میخوای رو تلویزیون خونه‌ات راحت یوتیوب، نتفلیکس، رادیو جوان و هر سایت دیگه‌ای رو باز کنی؟ میخوای همه اعضای خانواده با اتصال به وایفای به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن؟ ماینری داره یا تریدر رو نباید آیپید لو بره؟ پس این ویدیو معرفی واسه توه. امروز میخوایم روتر هپلایت میکروتیک رو بهتون معرفی کنیم. ارزون ترین و محبوب ترین مدل روتر میکروتیک. داخلش دفترچه داره، یه شارژر 5 وات داره و یک دستگاه روتر. این مدل یه شکل دیگه هم داره که از نظر ظاهری یکم متفاوته ولی از نظر امکانات کاملا یکیه. اولین و مهمترین قابلیت این دستگاه امکان نصب انواع VPN هست: وایرگارد، OpenVPN، L2TP، SSTP و غیره. توی خونه 5 نفره به جای اینکه هر نفر به صورت جداگونه فیلتر شکن تهیه کنه روی گوشیش نصب کنه، هم باتری گوشیش تموم بشه و هم هزینه زیاد پرداخت کنه، روتر تهیه میکنن، یه دونه VPN روش ست میکنن و همه اعضای خانواده به وایرلس این دستگاه وصل میشن و به اینترنت آزاد متصل میشن. یا به تلویزیون وصلش میکنید یا همه سایت‌ها رو باهاش باز میکنید. استفاده حرفه‌ای هم داره. کسانی که ماینر دارن یا ترید میکنن، این دستگاه کیل سویچ داره و اگه لحظه‌ای VPN قطع بشه، سری کل اینترنت رو قطع میکنه تا آیپیتون لو نره. قابلیت دیگه‌اش تجمیع یا همون لود بالانسه. البته فیلوور هم داره. حالا اینا یعنی چی؟ شما به تعداد پورت های این دستگاه میتونید بهش مودم وصل کنید و سرعت این مودم ها رو با هم تجمیع کنید. مثلا شما 4 تا مودم داخل خونه دارید که هر کدوم بهتون اینترنت 30 مگ رو میده. با اتصال این 4 تا مودم به این دستگاه روی وایرلس بهتون سرعت 120 مگ رو میده. و اگه یکی از مودم ها اینترنتش قطع شد، سایر مودم ها پشتیبانی میکنن و شما لحظه قطع بودن اینترنت رو تجربه نمیکنید. امکان خوب دیگه ای که داره قابلیت QoS هستش یا همون کوالتی آف سرویس. به چه دردی میخوره؟ مثلا شما یه گیمری کنسولت رو وصل کردی به این دستگاه و داری ازش اینترنت میکشی، همزمان 4-5 نفر دیگه هم به وایرلس این دستگاه وصلن و ممکنه سرعت شما رو کاهش بدن. با قابلیت QoS میتونید تنظیم کنید که تأمین اینترنت کنسول شما در اولویت 1 قرار بگیره و مابقی پهنای باندتون بین نفرات دیگه تقسیم شه. روترهای میکروتیک ده ها امکانات دیگه هم دارن که توی یک ویدیو جا نمیشه. توی ویدیوهای بعدی بیشتر راجع به امکانات این دستگاه ها صحبت میکنیم و آموزش میدیم. پس اگه به این مباحث علاقه‌مند هستید، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. همچنین برای استفاده این روتر میکروتیک با اشتراک IP ثابت 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله میتونید پیام بذارید.